با یه اپیزود دیگه در خدمتتون هستم. توی این اپیزود میخوایم در مورد فرق طراحی شهری و معماری صحبت کنیم. با من همراه باشید. It's a brand new day. Wake up every morning and say. اگر بخوایم در مورد فرق اساسی بین معماری و طراحی شهری صحبت کنیم، مهمترین فرقشون اینه که معماری با یه ساختمان سر و کار داره، اما طراحی شهری به فضای بین ساختمان ها میپردازه که در واقع مهمترینشون فضاهای شهری هستن. معماری جزءنگره در صورتی که طراحی شهری کل‌نگره و مواردی از این دست که جلوتر در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. اگر بخوایم در مورد ماهیت این دوتا رشته با هم صحبت کنیم، باید بگیم که طراحی شهری کل‌نگر و فرآیندگراست، اما معماری مثل عمران جزءنگر و محصولگراست و تمرکزش روی ساختمون خاصه، در حالی که طراحی شهری تمرکزش روی فضاهای عمومی و فضاهای شهریه. معماری ترکیبی از هنر و فنونه، زیبایی شناسی، سازه و عملکرد رو توی یک بنا جمع میکنه، اما طراحی شهری بیشتر یک رشته اجتماعیه، بیشتر یک رشته میان رشته‌ایه بین اقتصاد، اجتماع، ترافیک، حوزه منظر، اینا چرخ میزنه و همه اینها رو یه جا جمع میکنه و سعی میکنه با هر کدوم یک ارتباطی بگیره. در معماری کیفیت خیلی به طرح معمار، به جنس مساله، به سازه ساختمون و مواردی از این دست وابسته است. اما تو طراحی شهری علاوه بر اینا بحث‌های مربوط به تعاملات اجتماعی، موضوعات مدیریتی و موضوعات اقتصادی هم وابسته است و موضوع رو کمی پیچیده‌تر می‌کنه. همونطور که قبلا هم گفتم، معماری بیشتر روی ساختمان و فضای داخل ساختمان متمرکزه و طراحی شهری روی بیرون ساختمان و فضاهای عمومی که در شهر قرار دارن که ما بهش میگیم فضای شهری و فضای بین ساختمان‌ها سر و کار داره. بنابراین اون چیزی که از بیرون دیده میشه و اون چیزی که در فضای شهری جریان داره به طراحی شهری ربط پیدا میکنه و اون چیزی که داخل ساختمونه به معمار ربط پیدا میکنه. در مورد مواد خام اولیه‌شون باید بگم که معمار با مصالح، نور، فرم و مواردی از این دست سر و کار داره، اما طراحی شهری با انسان، زمان و فضا سر و کار داره. این تفاوت خیلی شبیه تفاوت بین طراحی شهری و عمران هم هست، اما توی این حوزه معمار به فرم هم و زیبایی شناسی هم اهمیت میده، به نور هم اهمیت میده. بنابراین معمارها به فرم، عملکرد و زیبایی و هنر هم اهمیت میدن توی یک بنا و یک سازه‌ای که دارن طراحی میکنن. در مورد کارفرما باید بگم که معمارها با یک کارفرما سر و کار دارن که معمولاً هم بخش خصوصیه، گاهن هم بخش دولتی خواهد بود. اما طراحی شهری رشته‌ایه که خیلی وابسته به نهادهای عمومی و نهادهای دولتیه و معمولا با شهرداری، با دولت، با وزارت مسکن و شهرسازی و مواردی از این دست پروژه دارن. ولی معمارها مشتری‌هاشون بخش خصوصی یک فرده که میخواد یه ساختمان رو طراحی کنه، یه گروه هم که میخوان یه هتلی رو طراحی کنن، یه گروه سرمایه‌گذاری هم میخوان یه ورزشگاه رو احداث کنن و جنس کارفرماشون از این جنس هست و از این دست هست. تفاوت اساسی دارن با هم دیگه توی این حوزه. پس چی شد؟ معمار کارفرماش بخش خصوصیه، با تک ساختمون سر و کار داره به خاطر اینکه و نسبت به رشته طراحی شهری به مراتب کارفرمای خصوصی بیشتری داره، اما طراحی شهری ها به ندرت کارفرمای خصوصی دارن و بیشتر کارفرماها نهادهای دولتی، نهادهای عمومی مثل شهرداری ها هستن. در مورد زمان و هزینه اجرا باید بگم که معماری خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر قابل برآورد و متر است و میشه پیش بینی کرد که ساختش چقدر طول میکشه، چقدر هزینه داره. اما توی طراحی شهری یه مقداری تحقق پذیری و پیش بینی هزینه ها و زمانبندی اجرا هم زمان بره هم سخت داره، چون تو بلند مدت اتفاق میفته و شما با افراد مختلف سر و کار داری که توی قسمت‌های مختلف شهر سهمی دارن و شما هستید که روی سهم‌ها و اون قسمت‌هایی که اینها سهم دارن طرح میذارید
و باهاشون کار میکنید. بنابراین زمان طراحی شهری بلند مدت‌تره و پیشبینی و تخمین پذیریش هم سخت‌تر. در مورد مشارکت افراد مختلف تو هر کدوم از این حرفه باید بگم که معماری به مراتب ساده تر از طراحی شهریه. نیازمند مشارکت بین تیم طراحی کارفرماست و یه تبادل نظری که با هم بکنن و کار رو در بیارن. اما طراحی شهری شهروندان از گروه‌های مختلف هستن، مدیریت شهری هست، یه سری زینف هست که اونا رو باید لحاظ کرد و نیاز به مشارکت بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تری داره. اما در مورد خروجی نهایی، خب مشخصه که معماری خروجی نهاییش یک طرح مشخص با نقشه مشخص برای یک بناست. اما طراحی شهری ترکیبی از نقشه، ضابطه، راهنما و چهارچوب برای مدیریت آینده فضاست که این کار رو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. در نهایت باید بگم که درسته که معماری و طراحی شهری تفاوت‌های عمده‌ای با هم دیگه دارن، اما هر کدوم یه بخشی از شهر رو شکل میدن. معماری بیشتر به درون فضا، درون ساختمان نگاه میکنه، در حالی که طراحی شهری بیشتر به بیرون ساختمان و فضای بین ساختمان‌ها توجه داره و هر کدوم دارن شکل میدن فضاهای شهری رو و مکمل همدیگه هستن، مثل رشته طراحی شهری و عمران، مثل رشته طراحی شهری و معماری منظر، مثل رشته معماری و برنامه‌ریزی شهری. همشون نقش خودشون رو ایفا میکنن و هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره. از اینکه به این اپیزودم توجه داشتید بسیار بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.